خب، سلام علیکم. حالت امروز با یه ویدیویی از سریبازی ایج آف سیویلیشن 2 مگاماد خدمتتون هستیم. حالا ممکنه بریم کمپین ایران رو شروع کنیم یا ممکنه هستش حالا یک کشور دیگه، ببینیم که اوضاع چجوری. حالا مودای دیگه هم داره، مثلا 19 داره تا مثلا مدل. ببینیم چه کمپینی رو خوب میشه شروع کرد. نظرم بریم جنگ جهانی دوم یا جنگ سرد، یکی از اینا میتونه گزینه خوبی باشه. همین جنگ سرد رو میریم. لود سناریو. دوستان که بازی رو خواستن چنل تلگرام میزنم، لینک بازی رو توی چنل تلگرام میذارم، خواستید اونجا برید دانلود کنید، تو دیسکریپشن هم هستش. خب این جنگ سرد هستش که آلمان شرقی و غربی تقسیم شده و همونطور که میبینید کره شمالی و جنوبی و امریکا که رهبرش که ریچارد نیکسون که نمیشناسم مثلا. ایران هم که محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی و محمد ظاهر شاه فهری، نمیدونم چی ترک. اینجا هم که آقای بورجوف، نمیدونم اسمشون، نمیدونم، فکر کردم گورباچوفه. اینم فرانسه و دیگر کشورها. ژاپن که این که مائو معروف. خب بریم برای بازی دیگه. ما هم اینم انور سادته. اوه اسرائیل اینجا فکر کنم جنگ چیزه، جنگ با اعرابه، الان کلی کشور اعراب باش تو جنگ. آره همه کشورهای عربی تو جنگ. خب همون ایران رو ما انتخاب میکنیم برای شروع، پلی رو میزنیم. خب بریم چند دور بگذره، من حساب میکنم ویدیو رو یه چند دور بگذره، یه جونی بگیره کشور، دوباره از حالت پاز در میام ویدیو رو، ادامه ویدیو رو میبینیم. خب آقا یه اتفاق جالب که اینجا افتاد، تو روسیه یه انقلابی شد این وسط ها، من داشتم اینا رو درست میکردم بعد یه ایران و حکومت از کمونیستی تبدیل شد به دموکراسی. عجیبه. حالا من دوباره ویدیو رو پاز میکنم، اینا رو که درست کردم دوباره استارت میکنم. خب آقا ما یه سری کارخونه ساختیم که برای رشد اقتصاد اوکی باشه. یه تقریبا 27 راندی بالا اگر توجه کنید گذشته و توی این اتفاقات حالا عراق به ما روابط دیپلماتیشو کم کرد، همچنین عربستان و این بر سوریه یکم ما روابطشو خوب کرد. آقای بشار اسدی که الان توی روسیه است و این برم که حالا یه سری اتفاقات دیگه. خب یه سری شورش هم اینجا صورت گرفت توسط آذری ها که سرکوب شد و فعلا اوضاع سر و سامون دادیم. میبینید که خوشحالی هم یکم کم، خوشحالی مردم و اینجا من زدم یکم اوکیشن. بعد رتبه هم 14 هم هستش اگر به سمت چپ بالا دقت کنید تو کشورها، که حالا میتونیم یه رقابتی با ترکیه هم داشته باشیم، ولی فعلا بهش درخواست دیپلماتیک دادم تا به ضررمون تمام نشه، چون ما فعلا قوی تره و کاریش هم نمیشه کرد. حالا عراق که اینجا خیلی روابطش رو با ما کم کرد، میتونیم یه جنگی باش داشته باشیم. حالا بریم یه ذره نیروهامون و پول و یکم نیرو جمع کنیم، مثلا نبرد با عراق میگیریمش. عراق جغرافیاش خیلی ضعیفه توی این گیم، راحت هر یک شهرشو میشه نیرو فرستاد. هر شهر 10,000 تا راحت کارش ساخته است. خب از همون سکه کم میکنه، نمیدونم چی کار کنم. هر شاید بتونه میسازه دیگه. نیرو 14,000 تا، 12,000 تا
حس میکنم اتفاق خوبی نمیفته، ولی خب دیوار حملمون رو بکنیم، چون به ما روابط خوبی نشون نداد و از همون اولم دوران میذاریم بگذر، چون پولمون نیرو میگیریم کمتر هر ماه بهمون پول میده، هر راند یعنی بهتره بگم، ولی خب توی گیم ماه محسوب میشه. ترجیح میدم مناطق بیابانی عراق رو بدیم به خودش، یا کلا بگیریم مناطق بیابانیش رو پاپت خودمون کنیم. به هر حال آنچنان سودی هم واسه هم بازم نداره، چون مناطق بیابانی نه جمعیت زیاده توش، نه از لحاظ جغرافیایی به عربستان که با هم روابطش خوب نیست مرز داشته باشیم. بهتره که همون حرکت چیزمون رو بزنیم. خب بزنیم ایران بگذره. الان ما میتونیم حمله کنیم به عراق. حالا حمله رو میکنیم، اوکی، جای نگرانی نیست. راند بعدی. خب ما با ذکر یا خدا حمله. یه حمله پر. اوه 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 اوه، اینجا نیرو بگیرم. شما برو این ور، شما به اینجا. حس خوبی نداشتم از همون اولم به این حمله، ولی خب دیدی چه جغرافیای بدی داره، یعنی از هر جهت میشه بهش حمله کرد. اوه اوه گرفتی، خب بنازم، مرسی، خیلی ممنون، تشکر تشکر، درود به شما. خب اوضاعمون یکم وخیمه. چرا؟ چون یه سری از نیروهامون از دست دادیم تو نبرد و نیروهامون کمه. بعد حس میکنم شکسته رو خوردیم، حالا یه کاریش میکنم. پولم کم داریم، اینم میتونم از اوه اینجا چه خبر شده. اوه بشار اسد اینجام رکب خورد. لبنانم کلا سرنگون شد، چه جالب. مناطق جزیره سینا هم که کلا دست اسرائیل. آقا ما اینجا رو میگیریم، با اینجا بغداد رو نمیتونم بگیرم، نه نمیتونم بگیرم. اینو میفرستیم اینجا، اینم میفرستیم اینجا، بعد این که اینجاست رو میفرستیم اینجا که بگیره این شهر رو دیگه. حالا امیدوارم که شکستی نخوریم تو این جنگ. مرسی بابا، به به. اوه اینجا 600 تا نیرو داریم. یه باد در بره این نیروی فاتحش خونده است، باید یه کارش بکنیم. اینجا نیرو کم استخدام میشه، این یکم از اینجا بدیم بهش، یکم هم از اینجا بهش بدیم، اینو بفرستیم اینجا، یکم هم از اینجا بفرستیم اینجا که کمک این نیروه باشه. خب حالا از اینجا یه حمله به اینجا و همینطور اینجا. 3000 تا این ور، 3000 تا این ور. شما اینجا برید، شما اینجا، نصفتون این ور، بقیه‌تون هم این ور. خب شما اینجا رو بگیر، شما هم اینجا رو، و اوکی اینو تکون نمیدیم. خب حریف سختی نبود. خب چرا عاقل کند کاری که بازاید پشیمانی خود، چرا خب روابط با من کم کردی؟ بهش چیزم دادم، درخواست روابط. چه خبر این ور؟ هندم با پاکستان اعلان جنگ داده. کلا فکر کنم فقط ما نبودیم که داشتیم کشورمون رو آماده میکردیم واسه جنگ. اینو از بغداد بفرستیم اینجا. خب حالا اینا رو از شمال باید بفرستیم به اینجا. خب شما برو اینجا، شما برو اینجا.
9000 تا اینجا نیرو داشتیم و ندیدمش. خیلی هم عالی. این هم تکون نمیدیم طبق معمول. یکم 300 تا نیرو میخوایم محکم کاری کنیم. میشه تسلیم شده داداش؟ چه مقاومتی میخوای بکنی؟ نمیدونم. شما هم برید اینجا ترجیحاً. من همچنین شما. اوهو چه حرکاتی. واه اینجا خالی شد. خب ببینید اینجا که قطعا میگیره. اگر اینکه این نصفش بفرستم و نصفش هم بفرستم و کاریش نمیشه که از اینجا باید مگه اینکه اینقدر نیرو بخریم. بازم میگم کاریش نمیشه. میشه تموم شده. تسلیم چرا نمیشی تو؟ من نمیفهمم چه چیزی واسه مقاومت کردن داری. خب تسلیم میشه دیگه. مرسی که تسلیم نشدی. خب اینجا رو بگیر. شما اینجا رو بگیر تمام شد دیگه. این یعنی واقعا هم نشم فشار میخوام. مرسی. خب ما اینجا رو گرفتیم. الان روابطمون با اسرائیل چطوره؟ اوه نه اوکیه. فکرشو نمیکرد. اوه این مهمون حمله کنه گاومون زایده است. بعد روابط هر جور شده باش اوکی کن. سوریه بدبختم اینجاست. به دهمن سوریه هر سرویسی. خب بذار عراق ما بگیریم کلشو. همون ایده پاپت بهترین چیزه. یعنی من کدوم مناطقش بیابانیه هم منطقه بدیم بهش. نگاه کنید منطقه که کلا رنگ نداره. تو که میبینید زید اول حالا خودمون کنیم عراق رو کامل. خب نشد عراق مال ما. و اینجا حجم بسیار نارضایتی از مردم عراق بهتر بگم که دوست دارم دست به شورش بزنن. حالا ما چی کار میکنیم؟ میزنیم روی این قسمت رسل پاپت و میایم تو بخش عراق. اینا رو آندو میزنیم. خب حالا مپ اینفو همون این جای بیابونی رو ما تقدیم میکنیم به آقای عراق. بفرما داداش. قابلت هم نداره. پاپتمون شدی. خدا راضی به زحمت نبود. حالا یه حسی بهم میگه یه جا رو به اشتباه بهش دادم. بله این شهر بود. اینجا رو نباید بهش بیم. گروس ریت میدیم دیگه بر اساس عباد. خب حالا این شد از عراق ما که مرزی هم با این عربستان لعنتی نداشته باشیم. پایتختش هم میدیم همینجا مثل پاپت. خب پایتختش نمیدونم چه شهری اسمشو نمیتونم تلفظ کنم. خب آقا این شد از پارت یک کمپین ایران. اگر حمایت بشه که آقا ما پارت دورم میسازیم. اگر حمایت نشه خب میریم سراغ یک کمپین دیگه. حتما تو کامنت ها بگید کمپین ایران رو ادامه بدیم یا بریم یه کمپین دیگه. فعلا تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.